بندازیم. خیلی از دور بگیر خیلی خوب میشه. امروز 5 اسفند تهران در این حد تمیزه، از پشت پنجره کامل همه جا دیده میشه. ما رفتیم بوتاکس زدیم، اومدیم اینجا یه چای بخوریم بریم بازار. Gətirib düz batırdı da cümcüməmə şal verirdi bu cümcüməmə. Deyirəm baba, mən düzdür bir hissə vurmuşam. Vəli inciri. Vallahi incirdi. Deyə bəlkə rahatdır. Özü də bizi yalandan bir dəyə vurubdu. Və niyə mənim şal verdi dedim. Yine elə vurdu. Çünkü sen korkaksın. Şal verirdi. Nə xəbərdir? Qorxma, nə mənə qorxacaq? Mən qorxsam gedərdim sonra. Əslən də qorxmam. Gittin yaratdı. سلام، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. مرسی که ولاگای قبلیمو دوست داشتید و دیدید. ویوها که میره بالا من انرژیم بیشتر میشه. امروز چند شنبه است؟ دوشنبه 27 اسفند دیگه، روزای آخر ساله. من خیلی 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 روزای شلوغی رو داشتم. خونم ترکیده، یعنی به معنای واقعی ترکیده. هیچ کاری نکردم. هر چی از هر جا، یعنی از پشت سر من دارید میبینید که رو مبلم پر وسیله است. چون که من یه مشکلی توی زانوم داشتم. از 4 سال پیش 13 به در داشتیم وسطی بازی میکردیم با دختر عموها، دختر عمه، پسر عمه ها. من اومدم بپرم بالا، توپ بهم نخوره، خوردم زمین، زانوم پیچ خورد. یعنی اون موقع فکر کردیم که زانوم در رفته یا مثلا شکستگی و اینا داره. رفتیم شکسته بند. این خانمه زانوی منو اینجوری کشید و مثل دیدید دیگه مثلا دستتون، من دستم و مچ پام یه بار در رفته بود، میکشم بعد میندازن سر جاش. این کشید و انداخت. یک کوچولو بهتر شدم، ولی یه ساعت که گذشت من دیگه نمیتونستم زانوم، یعنی پامو بذارم رو زمین، زانوم خالی میکرد و هیچ پیش زمینه یا تجربه‌ای در مورد پارگی رباط پا ما نداشتیم دیگه. ما با همون پا اومدیم تهران و رفتم دکتر رو، گفتن که آره رباط صلیبی شما پاره شده، باید عمل بشه. حالا من یه چند تا دکتر رفتم، اون موقع گفتن که نه نمیخواد عمل کنی، ورزش کنی و فیزیوتراپی بری این اوکی میشه، لازم نیست اصلا عمل کنی. ما عمل نکردیم. رفتم یه جایی کلینیک درد بود، برداشتن اوزون تزریق کردن به پای من که الان دارم میشنوم که خیلی کار خطرناکه، نباید این کار رو انجام میدادیم. خب ما تصمیم گرفتیم که عمل نکنیم و 1-2 ماهی من کلا نشسته بودم، هیچ کاری نمی کردم. بعد اون آروم آروم پا شدم و
فیزیوتراپی رفتم و ورزش و اینا، استخر میگفتن خیلی خوبه، استخر میرفتم پام خیلی بهتر شده بود. تا همین اواخر که من میدونید که میرفتم ساق پام درد میکرد، رفتم یه دکتری که خیلی تعریفشو میکردم، ایشون گفت که از زانوت هم دوباره یک MRI بگیر ببینیم وضعیتش چجوریه. و همون لحظه که جواب MRI من رو دیدن گفتم باید عمل بشه. هزینه عملا 250 میلیونه ناقابل، کلا 150 میلیون رو دکتر زیرمیزی میخواد، البته دلاری کار میکنن. گفتن که 50 میلیون هزینه بیمارستانه، 20 میلیون هزینه این تجهیزات و ربات اهدایی و اینا باید استفاده بشه و 1400 دلار هم که دستمزد دکتر هست. من هفته پیشو کلا درگیر این مسائل بودم و خیلی حالم گرفته بود، از عمل میترسیدم، از نشستن بعدش که طولانی مدت باید دوره نقاهتش زیاده کلا خونه نشین میشدم، حالم گرفته بود. همه دکترام دیگه رفتن تعطیلات. امروز تو آقای دکتری رو توی گوگل پیدا کردم که تعریفشون میکردن، زنگ زدم و بودن. امروز آخرین روز کاریشون بودن، نشون دادم اینا رو، گفتن که نه اوکی عمل نکنی چون زانوت همین حالت عادی که داری راه میری، یعنی عمل نکنی هم اوکی اگر زانوت زود به زود خالی نمیکنه. و زانوی من حتی میرقصم هم این پشتا رو اینجا رو کندم، اینم نصفه کندمش، میخواستم ولاگ بگیرم. چجوریه؟ توی ولاگ با هم بکنیم، ولی انقدر وضعیت آشپزخونم داغونه. امروزم کلاس زبان دارم، هیچی نخوندم و اینجای دیگه ایشون گفت که نیاز نیست عمل کنی و اگر یه سری ویتامین و کلسیم و ویتامین دی و اینا رو مصرف کنی و لاغر بشی. 7-8 کیلوی اضافه وزن دارم. حالا یک ذره امیدوار شدم، یه ذره حالم بهتر شد دم عیدی. خیلی نگران این مسئله بودم. اما گفتن که این داروها رو مصرف کن، دوباره بعد عید بیا که تصمیم بگیریم دیگه میخوای عمل کنی یا نمیخوای. عملا بشم که کلا 1 ماه خونه نشین داره، بعد 1 ماه با عصا گفتن میتونی راه بری و بعد اونم فیزیوتراپی و بعد 5-6 ماه میتونم برگردم به رقص. گفتم بذار پاشم یه دستی به خونه بکشم، بعد میخوام دلمه درست کنم چون ما ترکا یک چی میگن، یه باور، یه اعتقادی داریم که شب چهارشنبه سوری یا شب سال نو که میدونید دلمه یعنی پر شده، معنیش اینه. دلما ما میگیم، دلما یعنی چیزی که پر شده و اگر دلمه بپزید و همون شب سال نو یا شب چهارشنبه سوری که دارید مثلا این مراسم ها رو، این سنت ها رو به جا میارید، این گل بخوره تو خونه، خوبه. منم دیگه خیلی دوست دارم این یه سری چیزا هست که شاید خرافات با یه سری خرافات سمی داریم که من اصلا با اینا کاری ندارم و هیچ وقتم دوست ندارم که بهشون پایبند باشم، ولی یه سری سنت ها داریم که به نظر من قشنگن و اگر بهشون پایبند باشیم، به بچه هامون یاد بدیم، خیلی حس خوبی به آدم میدن. یه پا شدم مواد دلمه رو آماده کردم، الان گوشش چرخ کرده گذاشتم، یه ذره لپه میریزم تو این، یه ذره یه کوچولو برنج، لپه هم که پخته ولی برنج رو همینجور خام میریزم، بعد دیگه سبزی دلمه، بعد یه ذره بعضی از زرش کم میریزن، یه کوچولو هم ماست سفت بزنید، مواد دلمه منسجم‌تر میشه. اینو میخواستم بگم. بعضی ها توی دلمه گوشت نمیریزن، حالا گوشت خیلی زیادی هم نمیخواد، یه کوچولو گوشت چرخ کرده به نظرم طعم دلمه رو خیلی خوشمزه میکنه. لپه و برنج خیلی خوب نمیشه به نظر من. ما از بچگی مامان بزرگم هم همینجوری درستش میکردن، مامانم هم همینجوری درست میکردن دیگه، ما اینجوری بلدم، خیلی هم خوشمزه میشه. دلمه برگ مو، ما دلمه برگ مو میپزیم یا دلمه کلم. کلم هم خیلی خوشمزه است، خیلی دوست دارم، ولی یه ذره دردسر کلم زیاده.
در کل دلمه غذای پر از زحمت و دردسریه به نظرم. 2 ساعت بشینی اینا رو بپیچی و توی 10 دقیقه خورده میشه، تمام میشه. خلاصه که این شرح حالی از این روزای آخر سال من بود. حالا اصلا نمیدونم که میرسم ولاگ رو آپلود کنم یا نه. چند روز پیش رفته بودیم تجریش، از اونجا براتون فیلم گرفتم، خیلی قشنگ بود. شاید تو ادامه همین ویدیوی تجریشم ادامه همین چرا میگم استوری توی همین ولاگ بذارم. قبلترش رفته بودیم باغ کتاب، از اونجا براتون ویدیو گرفته بودم ولی اصلا نرسیدم آپلودشون کنم. واقعیتش اصلا حال روحی خیلی خوبی نداشتم. همین دیگه. حالا از پیچیدن دلمن میام ویدیو میگیرم. وضعیت آشپزخونه منه. هرچی تو فریزر داشتم و آوردم بیرون. ببین از این ظرفا گرفتم، همه چی رو میخوام بذارم تو این ظرفا، یه ذره مرتب باشه فریزر. خیلی وضعیتش داغون بود، یعنی از وقتی که عروسی کردیم مثلا فریزر رو مرتب نکردم. یک وضعیت اسفباریه. بعد این برچسبای کابینت ها رفته بود رو مخم. آقای کوکو رو مشاهده میکنید بالای پکیج. بعد کوکو هم این کناراشون رو خورده، خیلی بد دیده میشدن دیگه. اینو کندم خودم دیگه، منتظرشون هم همسرم بیاد بقیهش رو با هم بکنیم. هیچی دیگه، من برم یه ذره کار کنم، دوباره میام نشونت. Əlində saxlayacaqdın, cüyə tutasan. Qaç götürə. Nə xoş rəfti? Aha, onlardandır ki, ha, əks alırdıq, almışdıq. Yo, əks aldık, mən təvəllüdümdə almışdım. O da bir sabah da. Çək. Gel sen tut beni. دو سه چهار پنج برو هفت. Sabze. سلام بفرمایید.
چند قیمتی؟ جذبات 300 شغل خوش میگذره راحتی ما ماستند دیتا ناراحتی oradan divlerden alalım. Bunlardan çok hoşum geldi. Organik یا جدا نوریه geldi ordi. Yazıktılar onlar niyaz relifler. Selam. Cem tarafa Cem. Bia inver, bia. Şerif tırnaklanıp. Oy. Selam. یا داغ تازه خوشمزه یا جدا نوریه گندم بدم Bundan hemşe soğanı var. Qaydanlar, buradan qaydada yeşiklər. یا با بالیاده میاره Qobalıyın kilosu 450. Yo, bilirsən niyə bahadır? Ərdin niyə bahadır? Qobalı niyə bahalaşıb? Alımlar bedayı, pestə zadə qatırlar. Gəzəməzə qatırlar. آمدم مشتریم ها